فکرشو بکن یه نفر باشه که بیشتر از هر کسی احادیث پیامبر رو روایت کرده باشه. اگه تا حالا اسم ابو هریره رو نشنیدی، آماده باش تا با یکی از مهمترین آدمای تاریخ اسلام آشنا بشی. مردی که هزاران حدیث از پیامبر نقل کرده و با همین کار به یکی از بزرگترین روایت کنندگان سنت پیامبر تبدیل شد. ابو هریره اسم قبل اسلامش عبد شمس بود و در اسلام شد عبدالرحمن و به خاطر علاقهش که به گربه ها داشت به ابو هریره یا پدر گربه ها معروف شد. خودش میگه وقتی که بچه بود گوسفندای خانواده‌اش رو به چرا میبرد. تو بیابون چند تا بچه گربه پیدا میکنه و با خودش به خونه میاره و صبحها دوباره برشون میداشته و باهاشون بازی میکرده. از اونجا مردم بهش لقب ابو هریره دادن. ابو هریره یکی از نزدیکترین یاران پیامبر بود که بعد از هجرت به مدینه به اسلام ایمان آورد و مسلمان شد. تو زندگی قبلیش ابو هریره با فقر دست و پنجه نرم میکرد، اما وقتی که با پیامبر آشنا شد مسیر زندگیش به کلی تغییر کرد. این آدم که حتی کفش برای پوشیدن نداشت تبدیل شد به یکی از مهمترین افراد توی تاریخ اسلام. حالا بیایید ببینیم چطور ابو هریره این همه حدیث رو حفظ کرد. اون شب و روز هر لحظه و هر کجا همراه پیامبر بود. حتی وقتی که همه خواب بودند اون پیش پیامبر بود و هر حدیثی از پیامبر میشنید حفظ میکرد. حتی پیامبر براش دعا کرد که قدرت حفظش زیاد بشه و هیچ حرفی از یادش نره. بارها شده از پیامبر حدیثی نقل کنه بدون کم و کاست و حتی بعد از سالها همون حدیث رو همونطور که شنیده بود نقل میکرد بدون اون که کلمه‌ای بهش اضافه کنه یا کم کنه. جالبه بدونید که بعضی ها اون زمان به ابو هریره ایراد میگرفتن و میگفتند که چطور این همه حدیث رو حفظ کردی، ولی ابو هریره با اعتماد به نفس جواب میداد که من همیشه کنار پیامبر بودم و هیچ حرفی رو ازشون از دست ندادم، در حالی که شماها فقط صبحها و عصرها پیش پیامبر بودید و بقیه روز رو به کارهای خودتون اختصاص میدادید. و جالبه بدونید که بزرگان صحابه به این تصریح کردند و گفتند که ابو هریره چیزهایی از پیامبر میدونه که ما نمیدونیم. اون در حالی که ما به کارهای خودمون مشغول بودیم پیش پیامبر بوده و ما در اون لحظه پیش پیامبر نبودیم. فکر کن بیشتر از 5000 حدیث از پیامبر نقل کرده. یه آمار عجیب که نشون میده چقدر برای حفظ و انتقال سنت رسول الله زحمت کشیده. بخاری میگه که از ابو هریره 800 نفر یا بیشتر حدیث روایت کردند. علمای بزرگ اسلام هم تایید کردند که احادیثی که از ابو هریره نقل شده معتبر و قابل اعتماده و این باعث شد که ابو هریره همیشه به عنوان یکی از بزرگترین نقل کننده های حدیث باقی بمونه. ابو هریره نه تنها تو زمان پیامبر بلکه بعد از ایشون هم نقش مهمی تو جامعه اسلامی داشت. اون توی مدینه موند و به آموزش و نقل حدیث از پیامبر ادامه داد. همیشه مردم برای یادگیری و شنیدن حدیث ها ازش به مدینه می اومدن تا آخر عمرش. ابو هریره به عنوان یه مسلمان متعهد و دلسوز شناخته میشه. داستان‌ها و خاطراتی که از پیامبر نقل کرده تا امروز هم توی کتاب‌های حدیث وجود داره و الهام بخش مسلماناست. اگه این قضیه برات جالب بود و دوست داری بیشتر درباره صحابه های پیامبر و داستان‌های زندگیشون بدونی، حتما این ویدیو رو لایک کن و کانالمون رو سابسکرایب کن، زنگوله رو هم بزن تا وقتی که ویدیو جدید گذاشتیم سریعا ازشون خبردار بشی.